متوجه شدم. خیلی ممنونم. به امید دیدار. مامان، فردا تو خونه یه ثبت دارم. اگه آرامشت به هم میخوره منتقلش میکنم دفتر. نه جونم، من خوشم میاد وقتی گروهیا میشه کیف میکنم. تازه میگم این خونه پایین رو اجاره بدیم. به خاطر مالیات به عامل بدهکارم. اینطوری میتونم بهش پس بدم. تو هنوز فکر پس دادن پول عاملی زده به سرت؟ بعد به من میگن مریض، خودتی که حواس پرت شد. مامان جان، من پیشنهادش رو میدم. میدونم نمیگیره، اما فکر نکنم سوء استفاده ازش کردم. از این وضعیت معذبم بابا. از چیش معذب شدی؟ مامان من میشم. ای خدا، عامل چرا باید بدهی خواهرمو بده؟ الکی عامل رو خرج بندازم. خب این خونه رو اجاره بدیم ببینیم حالا چی میشه. باش، به میل خودت. آگهی قبلیش حاضر و آماده است. دوباره بروزش میکنم. باشه بکن، هر طور میلته. این دعام یه زنگ نمیزنه. خیلی دلتنگ دعا و جبرم. بهش بگو فردا بیان منو ببینن. باش. چی شد؟ لبخند میزنی؟ هیچی مامان، هر کی تو حال خودشه. بذار بیاد، میفهمی منظورم چیه. زنگ میزنم بهش میگم بیاد. دعا